استمرار داشتن نتیجه نردبان 5 پله‌ایه که الان می‌خوایم توضیح بدیم. پله اول میشه وضوح هدف. وقتی که شما می‌خواید در یک کاری استمرار داشته باشید، اول از همه باید اون هدفتون وضوح داشته باشه. اون کاری که می‌خواید انجام بدید واضح باشه که دقیقاً چی کار می‌خواید انجام بدید. هدفی که نامشخص باشه، استمرار در اون ضعیفه. پله دوم میشه شروع کوچیک، یعنی کوچیکترین نسخه قابل انجام یک کار رو بیاید برای خودتون مشخص کنید. از همون کوچکترین کار شروع کنید، نه اینکه بخواید یک کار خیلی بزرگی انجام بدید نتیجه بسیار بزرگی هم به همراه داشته باشه. ما میخوایم استمرار داشتن رو یاد بگیریم، نه اینکه کارهای خیلی بزرگ به صورت ناگهانی انجام بدید. پله سوم میشه سیستم، نه اینکه انگیزه داشته باشید. چه سیستمی من رو مجبور به ادامه دادن میکنه؟ اون کار میشه پله سوم. یعنی چی؟ یعنی من در چه ساعتی میتونم استمرارم رو در یک کار در اصل بالاتر نگه دارم. اگه نیاز به چکلیستی تهیه کنم، اونها رو که من تیک میزنم در اصل باعث انگیزه من در اصل یک سیستمی برای من به وجود میاد که انرژی من رو میبره بالاتر تا اینکه اون کار رو به پایان برسونم و با استمرار بیشتری ادامه بدم. یه موقع یه سری از افراد نیاز دارن که در یک مکان، در یک فضایی وجود داشته باشن تا اینکه استمرار در اون کار رو حفظ کنن، یا اینکه نه، گزارش دادن به یک شخص دیگه باعث میشه که استمرارش رو در اصل فرد بالا نگه داره. پله چهارم میشه مدیریت افت انرژی. یعنی وقتی حوصله ندارم چه کاری انجام بدم؟ حداقل کاری که از دستت برمیاد رو انجام بده. فقط 5 دقیقه کار رو انجام بده. معمولا وقتی که شما 5 دقیقه اون کار رو انجام میدی تا آخرش رو در اصل انجام میدی و زنجیره رو نمیشکنی. یعنی چی؟ یعنی اگر یه کار بزرگی هست، شما نه یا نیمی از اون کار بزرگ رو بخوای انجام بدی، بذار صرفا انرژی خودت رو نگه دار که کم کم بیای خودت رو سازگار کنی با اون محیطه و اون کار رو صرفا مستمر ادامه بدی. اما میرسیم به پله پنجم، یعنی بازبینی هدف. اینکه چه چیزی کار کرد و چه چیزی کار نکرد در انجام دادن یک کار برای اینکه به پایان برسه. یه وقتایی میبینیم که یه کاری غلطه، پس اون کارا رو نباید انجام بدیم. ما با بازبینی کردن اون کار در اینکه اون کارا یا اصلا مفید هست برای من، یا اینکه من میتونم اون رو انجام بدم، یا اینکه نمیتونم، تصمیم میگیرم که اون کار رو ادامه بدم یا اینکه ادامه ندم. پس اهدافی که در اصل داریم رو باید بازبینی کنیم. پس اگر یکی از این پله ها رو حذف کنیم، نردبان استمرار به لرزش در میاد. یه توصیه هم داخل کپشن براتون نوشتم.